سلام دوستان، وقت همگی بخیر. دکتر مهرزاده هستم و سپاسگزار خداوندم برای این لحظه‌ای که در خدمتتون هستم. ما انشالله از امروز در واقع 25 مارس 2023 و فکر میکنم 5 فروردین 1402 انشالله از امروز در حقیقت خوندن کتاب 4 اثر خانم اسکاولشین رو شروع میکنیم. اولین کتابش کتاب بازی زندگیه. این کتاب رو شروع میکنیم و در واقع خوندن و تحلیل و بررسیش و انشالله خداوند هدایت میکنه، کمک میکنه که اون آگاهی هایی که باید از این کتاب بگیریم رو در واقع بتونیم بگیریم، دریافت کنیم و عمل کنیم که این در حقیقت این مهم ماجراست. خب کتاب رو در حقیقت از درباره نویسنده شروع میکنم و بعد در واقع بازی زندگی رو استارت میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره نویسنده خانم فلورانس اسکاولشین، نویسنده امریکایی این کتاب که دیگر در قید حیات نیستند، از یک خانواده قدیمی فیلادلفیایی بود. سالیان سال در مقام هنرمند، مشاور، آموزگار ماورالطبیعه و خطیب نامی بلند آوازه داشت و با شفا بخشیدن هزاران تن از مردمان. دوستان این شفا بخشیدنی که اینجا گفته در حقیقت اون هدایت هایی که کرده، اون راهنمایی هایی که کرده، نجات هایی که آدم ها رو در حقیقت از سختی های زندگی نجات داده. با شفا بخشیدن هزاران تن از مردمان در گشودن و حل گره ها و مسائل زندگیشان یاوری سترگ بود. کتاب بازی زندگی و راه این بازی برای نخستین بار در سال 1925 انتشار یافت. آثار دیگر او عبارتند از کلام تو عصای معجزه‌گر توست 1928، در مخفی توفیق 1940، نفوذ کلام 1959. به این شکل شروع میکنیم از در حقیقت بخش بازی زندگی و راه این بازی. بسیار این کتاب مفیده و انشالله بتونیم بگیریم اون آگاهی ها رو بگیریم و بتونیم استفاده کنیم. بیشتر مردم زندگی را پیکار می انگارند، اما زندگی پیکار نیست، بازی است. این خیلی مهمه دوستان. خیلی از مردم مسائلی که دارن به خاطر اینه که دائم فکر میکنن که باید برای همه چی جنگید. واقعا نباید برای همه چی جنگید. باید بازی رو بلد بود. ببینید دوستان، اگر شما شطرنج میخواین بازی کنین، اگر قواعد رو بلد نباشی خب نمیتونی بازی کنی. حالا بیا بجنگ، بیا بحث و دعوا کن که نه تو اجازه نمیدی من حرکت کنم. خب شما بازی رو بلد نیستی. وقتی بازی رو بلد نباشی در حقیقت بازی یا اصلا در واقع از اون بازی لذت نمیبری. و علت این که خیلی از آدم ها در واقع لذتی از زندگیشون نمیبرن چون قواعد بازی رو بلد نیستن، چون در واقع اون قوانینی که برای زندگی کردن هست، برای لذت بردن از زندگی هست رو قوانین رو بلد نیستن. میدونید چی یادم اومد؟ خیلی از ماها وقتی مثلا یه ماشین لباسشویی میخریم، یه مایکروویو میخریم، یه وسیله مثلا مثل لپتاپ میخریم یا گوشی، انقدر اینو سرچ میکنیم تا درست بتونیم ازش استفاده کنیم، یا اون دفترچه راهنماش رو انقدر دقیق بالا پایین میکنیم و زیر و رو میکنیم تا بتونیم از این وسیله خوب استفاده کنیم. و
ابتدای ماجرا هم چرا از دفترچه راهنما استفاده میکنیم؟ چون نزنیم خرابش کنیم. خیلی از آدم ها اصلا دفترچه راهنمای زندگیشون رو نمیدونن چی هست. اصلا در واقع سنی گذروندن، عمری گذروندن تو این عالم، ولی بدون دفترچه راهنما 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال. ما آدم هایی داریم که خودتون بررسی کنید، آدم هایی داریم که میگن که ما خواستیم این کارو بکنیم ولی نشد. انقدر افسوس در زندگیشون دارن و انقدر در واقع آرزوهای دفن کرده دارن و اونم علتش اینه که قواعد بازی رو بلد نبودن. همین. میگه بیشتر مردم زندگی را پیکار می‌انگارن، اما زندگی پیکار نیست، بازیست. هرچند بدون آگاهی از قانون معنویت نمیتوان در این بازی برنده شد و پیروز بود و عهد عتیق و عهد جدید با وضوحی شگفت انگیز قواعد این بازی را بیان میکنند. ببینید میگه که هرچند بدون آگاهی از قانون معنویت نمیتوان در این بازی برنده شد و پیروز بود. یعنی چی؟ یعنی شما اگر قانون معنویت، در حقیقت قانون معنویت چیه؟ اون قوانینی که خداوند برای این جهان گذاشته، قوانینی که خداوند قرار داده. بابا بچه ها ببینید این خودکار من اگر الان رهاش کنی این میشه چی؟ این قانون جاذبه است. اگر شما قانون جاذبه رو بلد نباشی احتمال داره از هر جایی بپری. ولی چون شما قانون جاذبه رو میدونی از هر جایی که بپری میخوری، در واقع به سمت زمین میای، دیگه از 3 متری نمیپری. اگر بپری مجهز میپری. نهایتا از ارتفاعی که میخوای بپری که مجهز نباشی، نهایتا مثلا 0.5 متر یا 1 متر. ولی دیگه نمیای از ارتفاع 100 متری بپری. چرا؟ چون میدونی قانون جاذبه هست. تو از این قانون خبر داری. یا برق، الکتریسیته. شما میدونی که اگر مثلا یه برق 10 ولت باشه شما رو شوک بهت وارد نمیکنه. ولی میدونی که اگر 100 ولت باشه احتمال داره پرتابت کنه. و اگر این 100 ولت 2000 ولت باشه شما در آن واحد از دنیا میری. خب وقتی شما این رو میدونی، اتفاقی که میفته اینه که دیگه بدون برنامه در واقع دست به برق نمیزنی، بدون ایمنی دست به برق نمیزنی، چون قواعد رو میدونی. اینا خیلی مهمه ها. مثال های بسیار در حقیقت ملموسی که براتون میزنم که بدونید که در حقیقت زندگی هم از همین قوانین داره. و اگر بخوای خوشبخت باشی، اگر بخوای حال خوب رو تجربه کنی، اگر بخوای بهت شوک وارد نشه، اگر بخوای در جا نمیری، اگر بخوای له نشی توی بازی زندگی، توی روزگار، باید قواعدش رو بدونی. وگرنه عین همونیه که شما از ارتفاع مثلا 10 متری بپری، خب میفتی و اگر نمیری خب در واقع دست و پات کاملا میشکنه دیگه، از چندین جا میشکنه و در حقیقت دچار مصیبت میشی. چقدر ما آدم داریم دچار مصیبت، دچار مسائل سخت، دچار در واقع مشکل پس از مشکل. این فقط به خاطر اینه که قواعد زندگی رو نمیدونن. تو این کتاب قواعد زندگی گفته شده، میگه که عهد عتیق و عهد جدید با وضوحی شگفت‌انگیز قواعد این بازی را بیان میکنن. عزیزان یه چیز بهتون بگم، قرآن در حقیقت عهد عتیق و عهد جدید
عهد عتیق که در واقع دست یهودی هاست و عهد جدیدم که دست مسیحی هست، قرآن هم که دست مسلمان هاست. یعنی این سه گروه به هیچ عنوان نمیتونن بگن ما نمیدونستیم، ما بلد نبودیم، ما نفهمیدیم زندگی به چه شکل بود. چرا؟ چون هر سه تا کتاب راهنما دارن. هر سه تا کتاب راهنما دارن. جالبه بدونید که قرآن به شدت دقیق قواعد زندگی رو میگه. انشالله یه فایلی میذارم در حقیقت در رابطه با در رابطه با کلمه حزن توی قرآن صحبت میکنم. عزیزان 42 بار در قرآن کلمه حزن آمده و تمام 42 بار 41 بار با لای نفی اومده، یعنی محزون نباش. 41 بار. ببینید 42 بار تو قرآن اومده، 41 بار با لای نفی اومده، یعنی محزون نباش، نگران نباش، ناراحت نشو. یعنی چی ناراحت نباش؟ یعنی شما باید دائم حال خوب داشته باشی. خب بعد حالا توضیح میده، مثال میاره و اون 42می که در واقع کلمه حزن اومده با ل اومده، ل یحزن. توی آیه 10 سوره مجادله با ل اومده و در حقیقت میاد میگه که میگه شیطان در حقیقت میخواد مؤمنان رو، منظور از مؤمنان کسایی که به خدا ایمان آوردن، کسایی که به خدا ایمان آوردن یعنی کسایی که میتونن اعتماد کنن به خدا، خب میتونن امورشون رو واگذار کنن به خدا. بعد میگه که شیطان در واقع برای اینکه لیحزن، برای اینکه مؤمنان رو ناراحت کنه، در حقیقت اون نجواها رو توی ذهنشون میاد، توی گوششون میخونه که نمیشه. اگه بارها ما این نجواها رو شنیدیم از شیطان، بارها شنیدیم بچه ها که مگه فکر کردی این راحتیه؟ مگه فکر کردی که حالا مثلا تو این کار رو شروع کنی و بعد دیگه همه کمکت کنن؟ مگه بارها نشده که مثلا شما یه حرکتی زدی و در واقع چقدر چوبلای چرخت کردن؟ چقدر ما اینو شنیدیم؟ ما بارها اینا رو شنیدیم. اینا رو کی گفته؟ نجوای شیطانه. یعنی قبل از اینکه اصلا آدم ها بگن، شما هی خودت یه زمزمه یه درونی داری. بعد اونجا قرآن برمیگرده میگه این نجواها برای اینکه میگه لیحزن، میگه برای اینکه مؤمنان رو ناراحت کنه. بعد میگه اونجا گوش ندید. و این یه نمونه مثال بود از قرآن خودمون. عزیزان الانم ماه رمضونه. چقدر شما آدم میشناسید که توی ماه رمضان 10 بار ختم قرآن میکنن ولی یک دور معنی اون رو نمیخونن، نمیدونن اصلا دارن چی رو ختم میکنن. میدونید مثل شاید دیده باشید مثلا بعضیا شروع میکنن ذکر فرستادن، خب ذکر گفتن، بعد مثلا میگه که لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. بعد مثلا بهش میگی که مثلا بعد وسط لا اله الا الله یه اشاره میکنه لا اله الا الله، خاموش نکن اونو، یا مثلا لا اله الا الله اونو بذار، و فقط داره میگه، اصلا نمیدونه چی داره میگه، اصلا نمیدونه. بابا لا اله الا الله مثل اینه که شما مثلا بگی که مثل این ذکر هواپوپونو که هی دائم آدم ها میگن هواپوپونو و اصلا نمیدونن. بابا اگر تو برگردی بگی دوست دارم تو میفهمی داری چی میگی.
ولی وقتی برمیگردی میگی لا اله الا الله و بدون اینکه تو اصلا درکی داشته باشی از این کلمه، اصلا تو نمیدونی لا اله الا الله چقدر معنای عظیمی داره و به همین راحتی تون تون ذکر میگه. نمیدونه. چون نمیدونه مثل خوندن قرآنشه. چون نمیدونه در واقع مسیر رو کشف نمیکنه، فقط میگه، فقط میخونه قرآن رو. ما چقدر آدم داریم که بارها و بارها قرآن رو ختم کرده ولی آرامش تو زندگیش نداره، حال خوب تو زندگیش نداره، مشکل پس از مشکل داره. ما چقدر از این آدم ها داریم. این به خاطر اینه که بچه ما تا قوانین رو یاد نگیریم حس و حال خوب رو تو زندگی تجربه نمی کنیم. تا قوانین رو یاد نگیریم ما در واقع بازی زندگی رو بلد نمیشیم و وقتی بازی زندگی رو بلد نباشی در حقیقت حس خوبی از اون بازی نداری. این که بخوای ادامه بدی، این که بخوای دوباره بری اون بازی رو استارت بزنی، نه نداری. خب ولی اگر قواعد بازی رو بلد باشی، شطرنج رو مثال زدیم دیگه، بدمینتون، چه میدونم، فوتبال، والیبال، هر کدوم، وقتی تو حرفه‌ای باشی میگی من بلدم، بچه‌ها بیاین تیم درست کنیم بازی کنیم. میگیم بیاین تیم درست کنیم بازی کنیم. تو خودت کسی هستی که در واقع خیلی با اعتماد به نفس میتونی مسیر زندگی رو، مسیر بازی رو باز کنی. میتونی بگی من مثلا تو این تیمم و انتخاب میکنم کی با من بازی کنه. این زمانیه که شما قواعد بازی رو بلدی، وقتی تو حرفه‌ای این بازی هستی. ولی وقتی حرفه‌ای این بازی نیستی، بعد میگن که فلانی پاش شکسته، بعد میگی که آخ الان چه مشکلاتی داره، پاش شکسته، حتما از کار میندازنش بیرون، حتما الان کی میخواد مثلا بیمه‌شو بده، کی میخواد این حرکت رو بزنه، کی میخواد اون حرکت رو بزنه. خب و شما خودت میشی انرژی منفی برای علاوه بر اون پای شکسته اون، در حالی که خیلی راحت، خیلی خوب میشه بگی که پاش شکسته. خب این میتونه مسیر، در واقع یه مسیر اسباب مسیر بهتری بشه. شما از کجا میدونی؟ ما خیلی چیزا رو نمیدونیم دوستان، ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. من یه مثال، در حقیقت مثال از زندگی خودم بزنم. یه روزی تو همین ترکیه صاحبخونه ما اومد گفتش که بعد از 9 ماه اومد گفتش که در واقع هر ماه اجارهشو میامد میگفتش که باید این زیاد بشه و این شکلی، و در نهایت این که اومد گفت ما قراردادم داشتیم و این شکلی، ولی اومد گفتش که من میخوام اینجا رو مثلا اجاره بیشتر بدم. بعد در حقیقت اجاره رو یهو 3 برابر کرد. ما چیزی حدود 3000 خورده ای اجاره میدادیم و بعد این اومد گفتش که 10,000 تا یا 12,000 تا این شکلی. اگر کسی توی این شرایط بود، در واقع اگر یک آدمی که قواعد زندگی رو بلد نباشه توی این شرایط باشه، میگه ای وای مشکل پس از مشکل. میخوام بهتون بگم وقتی که این آدم برگشت به ما گفتش که باید پاشید، حالا که 12,000 تا رو نمیخواید بدید باید پاشید، 10,000 تا یا 12,000 تا دقیقا یادم نیست، 12,000 لیر یا 10,000 لیر دقیقا یادم نیست، گفتش که حالا که نمیخوای، در حقیقت یادم سپتامبر بود،
نه دسامبر بود 10 دسامبر. در حقیقت به ما گفتش که تا 10 دسامبر باید بلند شید. اون زمانم که به ما گفت 10 دسامبر 20 نوامبر بود. 20 نوامبر به ما گفت تا 10 دسامبر، یعنی 20 روز ما تایم داشتیم. و وقتی که این گفتش که باید بلند شید، من گفتم که به همسرم گفتم ببین حامد، این حلق خدا بود. این اگر به ما گفته باید از اینجا بلند شید، یعنی به نفع ماست. و با همین ایمان، با همین که این حلق خداست، این کلام خدا بود، چون خداوند دائم ما رو هدایت میکنه، دائم ما رو حمایت میکنه، گفتیم این کلام خداست. و به خدای احد و واحد میتونم بهتون بگم که خوف و رجا رو با هم داشتم. امید به این که خدایا تو میخوای چه حرکتی برای ما بزنی، ولی ته دلم هم ترسه رو داشتم. بعد دم به دقیقه میگفتم نه، خدایی که برای ما، خودم، همسرم، دخترم، بچم، محمد حسنم هم به همین شکل. ما میگفتیم خدایی که 1000 تا مسائل رو، 1000 تا رود نیل رو، اگر یک بار بر موسی 1 بار رود نیل رو باز کرد، برای ما 1000 بار باز کرده. و در واقع گفتیم که خدا میخواد یک رود نیل دیگه برامون باز کنه. و چقدر دوست داشتم. ببینید من یه چیز بهتون بگم، نتیجه شد که من الان این دفتر رو دارم و در حقیقت این دفتر توی یه باغ بسیار بزرگ و تماما چوب، بوی چوب و امکانات فوق العاده عالی و یه خونه بسیار خوب، الحمدلله. در حقیقت خداوند ما رو هدایت کرد به یه خونه بسیار خوب، اونجا 4 طبقه 5 طبقه باید میرفتیم بالا، آسانسور هم نداشت اصلا. کلا اون منطقه خونه ها 6 کدوم آسانسور نداشت، 5 طبقه باید میرفتیم بالا. اینجا هم کفه و این خونه در واقع خیلی خوشگل، هم کف، طبقه اول و بسیار عالی. کی این رخ میده؟ وقتی شما برگردی بگی هرچه از دوست رسد نیکوست. همون جایی که ما برگشتیم گفتیم این کلام خدا بود. در حقیقت گفتیم صاحبخونه نیامده به ما بگه خدا برای ما جای بهتر در نظر داره. ای خدای عالم،